دندان درد بعد از خوردن شکلات معمولاً به چند دلیل رایج اتفاق می‌افتد. 1. وجود پوسیدگی دندان. شکلات حاوی قند است. باکتری‌های دهان از قند تغذیه می‌کنند و اسید تولید می‌کنند. اگر دندان پوسیدگی داشته باشد، این اسید خیلی سریع به عصب نزدیک می‌شود و درد ایجاد می‌کند. 2. حساسیت دندان. اگر مینای دندان نازک شده باشد یا لثه عقب رفته باشد، قند و مواد شیرین می توانند باعث تحریک عاج دندان شوند و درد تیز و لحظه‌ای ایجاد کنند. 3. گیر کردن شکلات بین دندانها. شکلات، مخصوصاً شکلات‌های چسبنده، بین دندانها میماند و به لثه فشار می‌آورد یا محیط مناسبی برای رشد باکتری‌ها ایجاد می‌کند که باعث درد می‌شود. 4. ترک‌های ریز در دندان. گاهی دندان ترک‌های میکروسکوپی دارد. مواد شیرین و سرد می توانند این ترک‌ها را تحریک کرده و درد ایجاد کنند.